از اونجایی که من خیلی کانتنت کریتور خفنیم و هیچ محتوایی واسه نشون دادن ندارم، با این مخ پریودم خواستم براتون یه کانتنت خاص توی یوتیوب فارسی بذارم. میخوام بریم با هم دیگه میم ببینیم. میم نه میم. اسم این برنامه به خست‌ترین روش ممکن انتخاب کردم، میم ها. رنگ جدید موهامو میبینین ولی این رنگ موقته، چون اگه من موهامو رنگ کنم بابام سلام من به تو یار قدیمی. خب بچه‌ها وی پی ان هم کار نمیکنه، ویدیو رو بندیم. گیر وقت کجا دالاگه سرعت اینترنت داری آماده میشی خودکارت رو ادعاشت پس بگیری. من این داستان رو با چیز داشتم چون من داداش ندارم، ولی همه شما داداشی های من. دقیقه اول فیلم ترکی پسر فهمید باباش بابای اصلیش نیست. یک دقیقه نشستم بعد با 1 دقیقه آدم فقط 1 دقیقه نشستم. لاشی. کارگردانای محترم لطفا یه ذره از درامای سریالای جذابتون کم کنید. مرسی. وقتی میخوام یه نفر رو دلداری بدم یارو. چند وقته که من زشتم پاتریک. از وقتی یادم میاد تو یه موجود زشت کوچولو بود. رفیقای من اگه انیمیشن بودن. محتوای جیب دخترها، محتوای جیب پسرها. به اون بچه غرتی بکایا امشب میخوام بس بکن. سابسکرایب. کیوت گرل گیم. من وقتی یادم تو فیلمی میره بیمو من وقتی یادم بچه من اصلا فیلم نمیبینم. چی کاری مورد؟ روتین پوستی من ساده است، روزی چند قطره اشک. تو کامنت روتین پوستی دکتونم بنویسین. قاتل سریالی در حال اعتراف. کودکی خشنی داشتم و تاثیراتش باعث شد تبدیل به قاتل سریالی بشم. کودکی من. فقط وقتی که رمز 6 ستاره رو میزدیم بعد کل پلیس ها میومدن با هلیکوپتر رو سرمون، ما هم از این چیزا میگرفتیم. اسمش یادم رفته. این با اینجوری واندر وومن، من مقاوم ترین زن دنیا. هالک، زن هالک. آره نه زنش نیست. شی هالک. I don't know man. اشتباه میکنیم، مقاوم ترین منم. تا حالا با چیزی بزرگی سفینه جنگیدی؟ مارول. پایان بازی. اگه نمیدونه قضیه درک چیه ویدیوشو بریدون بالا ببینید. شوتی سوار رو با 10 تا سرعت گرفتن. جریمه سنگین آقماهان. بیا پایین خاموش کن، بیا پایین زنگ بیا روزم بیا. کجا بابا؟ کجا؟ بابات کجا؟ خب بابات کجا؟ خب چرا سوار شدی؟ اتوشه برو باشه کونی. او فیلم من دارم میگه جناب. آقا افسانه میان وقتی آقا ما این فیلم قطع کرد دیگه هیچ خبری ازش نشد و هیچ فیلم و عکسی دیگه ازش منتشر نشد. چنین کامیدال دار گیر و سخته کسته ننه توی هر روز هفته همیشه اون بود.
وقتی یادت میاد دیگه نمیتونی به بچگیت برگردی و مایکل آنجلو بشی. منی که تو بچگی خود مایکل آنجلو بودم. شیر منم نیستی. این بود از میم ها. به امروز اگه میخواد بیشتر میم ها بذارم چنل رو لایک کنید. ویدیو رو لایک کنید، چنلم ساب کنید و ویدیو بعد این چنل یه ویدیو خیلی باحالی که پشمتون میرید اصلا اگه ببینیدش. چنل رو ساب کنید و منتظر ویدیو بعدی باشید. خدا